ما در مدت 25 سال می شود که همشیریم دمو خانه بود. دیگه ما از کرده که نظافتش نگرفتیم پشیمان است. خونه میمانه کندن اجازه. تو چرا این کار کردی؟ چرا که ما دم هستیم؟ خدا ما باشیم. چی میگه؟ میگه نکن. سالای تا میگه نکن. نه میگه خیر طالب بزن آری صاحب تو اول از این چی بپرس و احمد مولوی یکی دیگه چی میگه؟ از این کلی پرسان که باز ما بگوییم چی میگه مثلا چرا به خاطر چرا چی میشه مثلا چی نسبت داره؟